پیله یک تار به هم پیچیده و چسبداری است در حدود 1200 متر و بسیار نازک. آب جوش چسب پیله را می‌زداید و به دست آوردن سر تار پیله آسان می‌شود. به این کار لاستگیری می‌گویند. سر تار که به دست آمد، تمام تار کشیده می‌شود. هر بار 50 تا 60 گرم پیله را در دیگ می‌ریزند و دستگاه لاستگیری را می‌گردانند تا سر تار پیله ها به دست آید. بسته به اینکه بخواهند نخ ابریشم به چه ضخامتی باشد، تعدادی تار ابریشم به کلاف پیچ ماشین می‌بندند. در اینجا ضخامت نخ ابریشم 65 تار پیله است. بسیاری از صنایع دستی بافتنی در واقع از ابریشم جان می‌گیرد. مخمل یکی از آنهاست. نخ تابیده ابریشم کلاف می شود و کلاف ها به گونه عدل به بازار برده می شود. ابریشم و نقش‌های بافته با آن از زمانهای بسیار کهن در این دیار رایج بوده است و موزه‌ها شاهد این قدمت هستند.
قلاب دوزی از ابریشم هم بافته می شود و راسته قلاب دوزان رشت اینجاست. زمانی بود که صنفی بر سر این کار می کرد و اکنون تنها همین چند نفر قلاب دوزند. در آغاز کاغذی را که نقش ها را روی آن سوراخ کرده اند روی پارچه می گذارند و با گچ ریزی طرح‌های قلاب دوزی را پیاده می کنند. بعد با سینگ‌ها نقش را ثابت می کنند و آنگاه نقش را می بافند. اگرچه مشتری کم است و این نقش ها می شود که تا سالها خریداری نیابد. کلاغی ابریشم بافت دیگری است که در اسکوی تبریز می بافند. شیوه این بافتن همچنان از دیرباز یکسان مانده است. ابریشم ساده که بافته شد با مهرهای چوبی بر آن نقش مهر می کنند. مهر را در پارافین مایع می زنند و بعد بر پارچه می زنند. جای نقش ها چرب می شود و رنگ نمی گیرد. وقتی این پارچه را در رنگ گیاهی ثابتی فرو برند جای نقش ها رنگ نگرفته میماند. پارچه را در لاوک سفالین با آب و صابون میشویند. پارافین زدوده میشود. دیگر بار همان پارچه را با پارافین مهرکاری می‌کنند.
نقش ها و رنگ ها به هم می‌آمیزد و کلاغه‌ای به بازار می رود. کهن‌ترین پارچه زربفت که در ایران هست از سده 4 هجری است و در موزه ایران باستان نگهداری می شود. میگویند یزد مهد ترم بافی و زری بافی است و روزگاری از بزرگترین مراکز تهیه ابریشم ایران بوده است. بعدها زری بافی در کاشان، اصفهان و تهران نیز رایج شد. در آغاز ادوار اسلامی تزیین از خط و نوشته و نقش حیوان تشکیل می شده و بعدها در دوران صفوی پیکر انسان نیز به تزیین کشیده شد، آن هم صراحی به دست. وقتی می شود دست به زری بافی زد که بشود مثل نخ از سوراخ ماکو گذشت. کار زری بافی کاریست دقیق و دشوار و آنکه کارآموز است نیم قرنی زری می بافد تا استادکار شود. در اینجا تارها را آماده می کنند، یعنی که چله را به نبرد می پیچند.
استوره را در ماکو می‌گذارند و ماکو را بر چگونگی نقشه از لابلای تارها می‌گذرانند. آنگاه دفته می‌زنند تا پودها به کنار هم فشرده شوند. جالب این است که نقش به هنگام بافتن زری زیر کارگاه است و بافنده نقش را نمی بیند. قسمت بافته را از تنگ خارج می کنند و نخهای اضافی را می گیرند. و آنگاه بار زرین را بر نورد می‌پیچند و این زری است که بار زرین می‌پیچد.